روزی دعوتشونده ساکنان جماعت دهات ثروت استقلال ناحیه کوشانیان و مسئولین ساحات گوناگون، جوانان و نورسان سین تا دعوتی در سطح بلند سیاسی و فرهنگی و با شکرگزاری از دولت آباد و آزاد تاجیکان تجلیل نمودند. در میدان نزد بینای مأموری جماعت کلی دعوتشوندگان و پدر و مادران جمع آمده این روز را خاطرمان استقبال نمودند. رهبریت جماعت و میز حربی آن با گذرانیدن چاره‌بینی‌های تشویقاتی و ترغیباتی و برگزار نمودن باخوری صحبت‌ها میان ساکنان و جوانان سینی دعوتی توانستند که در روز اول دعوت نقشه دعوت جوانان را به صف قوه‌های مسلح مملکت به اندازه 100% اجرا نمایند. رئیس جماعت دهات ثروت استقلال ضمن سخنرانی گفت که همسالت طبق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جوانان با ننگ و ناموس وطن به صف قوه‌های مسلح شامل گردیده ادای قرض فرزندی خود را در نزد خلق وطن با سر بلند اجرا می‌نمایند. امروز نیز موسم تیرماهی دعوت جوانان به صف قوه‌های مسلح مملکت درباره به احتیاط رخصت دادن خدمتچیان حربی که مهلت مقرر کرده خدمت حربی را ادا نمودند و دعوت نوبتی جوانان سالهای تولد 1998 2007 جمهوری تاجیکستان به خدمت حربی آغاز گردید و جوانان با ننگ و ناموس جماعت همه یک دل و یک تن صف آراستند تا به ارتش ملی تاجیکستان پیوست گردیده در صف آن ادای قرض فرزندی خود را اجرا نمایند. جوانان شجاع و دلیر ما خوب درک کردند که حمایه مرز و بوم وطن قرض وطنداری و شرف بزرگ است و خدمت در صف قوه‌های مسلح مکتب شرف و ناموس، مردانگی و شجاعتمندی بوده محض آب و تاب بدن و همچون شخصیت تشکل یافتن هر یک جوان مرد از همین مکتب ابتدا میگیرد. قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان همچون زاده دوران استقلالیت و آزادی به حیث یکی از رکن‌های اساسی دولت در راه حفظ دستاوردهای آن به کمال رسیده و رشد می‌کند. ابراز داشتن دیگر برآمد کنندگان، پدر و مادران، اهل فرهنگ و ضیا اندیشه‌های جالب اظهار داشته و دعوتشوندگان خدمت خوب و صافدلانه به وطن را تمنا نمودند. امروز مردم سربلند جماعت دهات ثروت استقلال نقشه مقسم تیرماهی دعوت جوانان را به صف قوه‌های مسلح مملکت با سر بلند اجرا کردند. مراسم قدیمه مردم ما آماده کردن دسترخوان پرناز و نعمت برای عسکر بچه‌ها و گسیلانیدن آنها به صف ارتش مملکت می باشد که دعوتشوندگان سرجمانه گرد دسترخوان جمع آمده پدر و مادران به فرزندان راه سفید و خدمت صافدلانه و صادقانه را آرزو نمودند. در قسمت فرهنگی چاره‌بینی سرود و ترانه‌های دلنشین وطنپروری خاطر اشتراکداران را بالیده گردانید. شادی و طرب دعوتشوندگان و والدین حد و کنار نداشت. آنها با شکرگزاری از دولت آباد و آزاد و امن و آسایشته شادی و خرسندی می‌کردند. حسن‌زاده گلیزاد، دلیر شریف، نمازعلی ارگش، اخبار ناحیه کوشانیان.